دو ساکن 23 و 17 ساله شهر نورک با اتهام به معاملات برآوردن پولهای قلبکی دستگیر شدند. وزارت کارهای داخله گفت دستگیر شدگان دوام ماه‌های اپریل و مارت سال 2021 از شناسشان ساکن 28 ساله نورک پولهای 100 دلاری قلبکی را دسترس کرده تلاش کردند که این پولها را به دو ساکن دیگر نورک فروشند. تشخیص سودی کریمینالیستی نشان داده است که 7800 دلار از این دو ساکن نورک مصادره شده قلبکی می باشند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. دو ساکن 34 و 27 ساله پایتخت با اتهام دزدی 10,000 دلار و لباس و تجهیزات تکنیکی به مبلغ باز 12,000 دلار دیگر از منزل یک ساکن نویه سینا در ماه فوریه سال جاری دستگیر شدند. یک زن 41 ساله ساکن دوشنبه به آن عیبدار می شود که یک سال پیش ماه فوریه سال 2020 ماشین تمغه رنج روور یک ساکن 41 ساله نویه سینا را 55,000 دلار نرخ کرده گرفته است، ولی تنها 23,000 دلار پول صاحب ماشین را داده است و خلاص. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.